سلام دوستان، خوش اومد به یک ویدیو دیگه. امروز اومدیم با یه ماشین سوپر اسپورتی دیگه رو تست کنیم براتون، ببینیم که چجوریه، چقدر میره، 4 تا گاز و گوز بهش بدیم ببینیم حرفی برای گفتن داره یا نه. حالا آخر سر یه تستی هم باش میکنیم که ببینیم چقدر مقاومت داره. تست ما هم که میدونید قطعا چجوریه. دهن ماشین رو قشنگ، آره اسم ماشین چیتاه، رنگ هم فابریک نیست، خودم میخوام روش. حالا مطمئن سلیقه‌ام بده، میدونم الان یه سری رو فوش میدن، میگن چه سلیقه تخمی تخیلیه داری، چه این رنگی کردی ماشینو. به هر حال ببینیم تستش کنیم چجوریه. کاتافش رو ببینید، زرد قناری به اصطلاح. قبل از هر چیزی ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو اگه خوشتون اومد لایک کنید، خیلی خیلی به ما کمک میکنه، خیلی زیاد، لطف خیلی بزرگی میکنید اگه کانال رو ساب کنید. من یه روحیه میگیرم دیگه، بالاخره هر هفته 3 تا ویدیو دارم میذارم منظم. اگه کانال رو ساب کنید خیلی بهم روحیه میدید، دمتون گرم. خب میریم سراغ اصل مطلب. سرعتش واقعا زیاده، خدایی سرعتش خوبه. نما از داخلش هم خدایی قشنگه، چیز جذاب و اسپورتیه. اسمش هم چیتای گفتم. قیمتش هم تو بازار فکر میکنم حدود 2 میلیون دلار باشه، 2 میلیون دلار خود جی تی ای. حالا من فعلا یه ذره سکوت میکنم تا گیم پلی رو ببینیم، تمرکزم روی بازی باشه. سرعتش خیلی زیاده ولی خب به یه سری ماشین دیگه فکر نمی کنم برسه. یه تست ماشین دیگه تو راهه که هفته بعد میذارم اونو، احتمالا دوشنبه اونو بذارم. اون خیلی ماشین قشنگ، معلومه مسابقه‌ای جنگی قشنگ. ببینید خودتون متوجه میشید، تامنیل رو ببینید متوجه میشید که من اصلا در مورد چی صحبت می‌کردم. مالیدم خیلی خدایی کیفیت بالایی داره. جی تی 6 هم که دوباره تأخیر خورده، مثل اینکه افتاده برای 23 یا 25 یا 27 آبان سال دیگه، یعنی 1 سال دیگه قشنگ بازی عرضه میشه. دوباره دلیلشون این بوده که لذت تجربه بهتر از بازی، همون منطقه همیشگی که همیشه تأخیر میذارن همونو گفتن دوباره. حالا اشاره که دیگه تأخیر نخوره اینجا، یعنی فکر کنم تقریبا 1 سال خورده تا الان تأخیر خورده از تریلر اولش تا الان. 2025 2026 قرار بود بیاد که دیگه الان داره میره برای حدوداً 2027، یعنی دوباره 1 سال خورده ای دیگه. تو چرخ سوار و موتور سوار می‌بینی اصلا باید بزنیش. حالا هر چی ماشینی می‌خوای داشته باش باید بزنی حتما اونا رو. اگه پیشنهاد چیزی هم دارید بگید، من از همش ویدیو درست میکنم. هر هفته 3 تا ویدیو رو داریم، گفتم منظم گذاشته میشه این ویدیو. حالا اگه ایده ای دارید یا خواسته ای بازی چیزی دوست دارید بگید، من اونا رو میذارم اصلا. هرچند شاید نوب باشم ولی خب میذارم، به هر حال یاد میگیریم با هم. ولی سرعتش اونقدر که باید زیاد نیست، مثل قیافه و اسم و ایناش. مثلا چیتا اسمش باید دیگه خیلی بره، البته که کندم نیست ولی خب خیلی زیادم نیست دیگه، شاخه ماشین نازکیه باید خیلی زیاد بره. حالا حتما جلوتر تستش میکنیم، یه سری بلاملا سرش میاریم ببینیم چطوریه. دوباره بنزین بریزم. تست آتیشی که معمولا اکثر ماشینا جون سالم به در میبرن، تست خیلی عجیب غریبی نیست. حالا ببینیم.
ارتباطیشی گرفت ولی بعید بدونم بهتره که به همین راحتی ها. موتور قشنگ آتیش گرفت. مثلا موتور فکر میکنم پشت باشه ولی برحال آتیشش خاموش شد. همون موتور پشته احتمالا. چند تا جامپ باش بزنیم. میترکه؟ نه معلومه که نمیترکه. آرمورش لول مکس $25,000 فقط هزینه مکس کردن آرمورشه. به همین راحتی ها نمیترکه. یعنی تایرش هم که اصلا بوقش هم دریوری آخه چیزی که گذاشتم. خب خوبه گیر کردیم. بهتر از این دیگه. باید یه بار دیگه ماشین اسپان کنم. اسپانو که میکنم بلد باشید دیگه ماشینش روی اسپان کنید. تو حالت دیکریتور مود روی مثبت نگه میدارید، توی گاراژ میرید و هر ماشینی که حالا به اسم خاصی انتخاب میکنید همون براتون توی خیابون اسپان میشه. چیز خیلی سخت نیست. حالا اگه میخواید بگید آموزشش براتون بذارم. اگه نمیدونید چه جوریه این حالت اصلا کریتر مود چیه بگید که حتما بذارم. اون بر دیگه دوستان دوباره میگم با لایک و ساب کردنتون خیلی 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 به من کمک میکنید. یعنی من یه ذره روحیه میگیرم همین فقط با یه کلیک. البته اگه خوشتون اومد هیچ چیزی زوری نیست. بنا که مثل بتمن از ساختمون میپریم. دهن ماشین رو سرویس کردیم دیگه. بازی فوتبالی هم اگه علاقه دارید بگید اونا رو میذارم. ای فوتبال یا FC 25-6 فرقی نداره، همه رو میتونیم بذاریم براتون. محدودیتی نداریم از بابت بازی و اینا.